صد سال پیش نخستین بار هواپیماهای جنگی بالای بخارا پیدا شدند. 12 هواپیمای ارتش سرخ که اکثر ساکنان بخارا آن زمان چی بودنشان را نمیدانستند، اماراتی را سرنگون کردند که تقریبا 200 سال حکومت داشت. اولین ماه سپتامبر سال 1920 امارت بخارا شکست خورد. امارت از خریطه سیاسی جهان گم شد و در حدود آن کشورهای تابع شوروی به مثل تاجیکستان، ازبکستان و قسما ترکمنستان پیدا شدند. با گذشت 100 سال امارت بخارا هنوز تحقیق می شود. برخی بر این نظرند که امیر کهنه‌پرست بخارا امیرعلم خان با مردم ظلم میکرد و این سبب شد که روشنفکران بخارا که از حدود این کشور فرار کرده بودند از شوروی کمک خواستند و او را سرنگون کردند. برخی دیگر میگویند در بخارا انقلاب نبود و شوروی این امارت را غصب کرد. دایر به این صحنه تاریخی صحبت داریم با نورعلی دولت تاریخدان، جانیبک اسراریان پژوهشگر و استاد تاریخ و جلال‌الدین احمد فارغ التحصیل فاکولته تاریخ دانشگاه ملی که فعلا در روسیه قرار دارد. خیلی کوتاه بگویید که شکست امارت بخارا انقلاب بود و یا غصب؟ درود به همه آنهایی که اندیشه ما را میپرسند. گپ در سر آن است که این نقشه مطرح شده بود و جنگ بود. وقتی که گپ درباره جنگ میرد اونجا در باب اختیاری همراه شدن یا یکی همکاری کردن نیست و جنگ واقع شد که البته این غصب است و در بسیار از نوشته های وقتهای آخر اندیشه یکسان است. این هجوم مسلحانه بود، این غصب و از بین بردن حکومت امارت بخارا. نظر نورعلی دولت رو در این مورد میخوایم بشنویم. من فکر میکنم که این ادامه همان سیاست امپراتوری روسیه بود که در سال 1917 سقوط کرد بعد 300 سال حکمرانی سلطنت خرداد رامانوف. یعنی که روسیه از ابتدا در سیاست ژئوپلیتیکی خود همین مقصد همین اهداف رو گذاشته بود که همیشه باید سرحدهایش رو بیشتر و زیادتر کند و در سال 1917 وقتی که بلشویک قدرت رو گرفتن این نیت بود که باید انقلاب سوسیالیستی و انقلاب کمونیستی رو به تمام جهان صادر کنند و به همین خاطر اینا یک جهش کردن به طرف شرق، یعنی که انقلاب رو از طرف شرق ادامه میدهند. و سپاس از نورعلی دولت. خوب جلال‌الدین احمد رو از روسیه داریم. نظر شما چیست؟ بار دیگر سلام علیک خشور به شما عرضه میکنم و گفتنی هستم که اولا یگان انقلاب از طرف خلق کرده نمی شود و انقلاب همیشه یک تحریزی است و انقلاب یگان خوبی به یگان جمعیت و ملت و یگان ساختار آورده نمی رسد. این تحریزی هنوز از زمانهای باز هم قدیمتر تشکیل شدگی بود و این همون ضربه که از زمان صلیبداران شروع می شد و وقتی که نظام جهان معین شد، یعنی که همون سیستم وقتی که از زمان صلیبداران معین شد، همون سیستم به سر خلاصه اومد که باید شرق برای مردم اروپا مثال تقسیم کرده شود. اصلا مردم اینجا در نظر داشته نمیشه، بلکه همون یک گروهی که میخواستن سردار جهان شد و الان امروز همون کوشش هم کرده میشه. تشکر. به این موضوع برمیگردیم در دوام برنامه، اما ببینید خوب گفتید که انقلاب نبود، اینجا غصب بود، اما دلیل های تاریخی وجود دارد که قسمی از روشنفکران بخارا آن زمان به سمرقند فرار کردند که زیر نظر ارتش سرخ بود آن زمان و بعداً هنگام حمله ارتش سرخ را همراهی کردند. یعنی اونها دلیل های نیز هست که آنها مراجعت کردند به ارتش سرخ تا به بخارا حمله کنند و بعدا خوب بسیاری تاریخ نگاران شوروی برای نظرند که زمینه ها وجود داشت، چون امیر بخارا به مردم ظلم میکرد، مردم ناراضی بودند و چون دیدند که یک ارتش دیگر آمد زود به اون همراه شدند و امارت را شکست دادند. نظر شما چیست؟ یکم از باب ظلم سر میکنیم اگر اجازه باشه. ببینید که یکم خیلی ظلم نبود، ظلم همیشه هست و بود و خواهد.
مون تا وقتی که انسانیت وجود دارد. در زمان شوروی هم چی مگر ظلم نبود؟ مثلا مردم نمیتونست که از یک چهارچوبه بیرون بروید. از استاد جانبه که اسراریان میپرسیم، شما هم به این نظرین که ظلم نبود در امارات بخارا و زمینه های خیزیش مردمی یا شورش وجود نداشت در امارات پیش از حضور شوروی در این منطقه؟ چون که گفته شد ظلم در همه در خود دولت چه است؟ سیاست یک گروه رو بر سر گروه دیگر با وسیله اجبار هم بار میکنه. خود در تعریف دولت نامد است. من برای چه میگم که هیچ گونه انقلاب نبود؟ ببینید حزب خلقی، حزب کمونیستی بخارا سال 1918 تأسیس شد و میتوند که در 2 سال یک حزب بسیار فراگیر شود و وقتی که بار اول آنها با هم جمع آمدن همگی 300 نفر بودن و شما اوضاع عموزه آن زمانه بخارا را احساس کنید که مردم آیا میتوانستند مخصوص با آنهای راه بدهند که از نظر مذهب بیگانه هستند. و چون که شما گفتید تصور کنید در حمایه بخارا در روز سیوم 16,000 خب البته کمتر پلمیات داشتن و توپینها داشتن ولی مقاومت کردن و دیگر پهلوی دیگری مسئله را شما که از آثار تاریخی برمی آید 11 یا 12 طیاره 169 بار پرواز کردن، بمب افکندن و مردمی که ندیده بودن درون کاخ ها می در آمدن، درون مسجد ها می در آمدن و آنها اونجا کشته می شدن. و ببینید آنچه که من اگر مردم از ظلم بیزار از عمل بیزار می بودن می توانستن که یا مقاومت دست بکشن تا که دیگر. به هر حال دلیل های وجود داشت، اظهار سپاس ساکنان در بایگانی های شوروی، بایگانی ها هنوز موجود هستند که اونها اظهار می داشتند که ظلم امارت بخارا طاقت ناپذیر بود. به هر حال به یک شکل شوروی آمد و به مردم زمین داد، زندگی یک مرامی تازه پیدا کرد. یا شما نورعلی دولت نظر دیگر دارید؟ مسئله این است که کمونیست‌ها چی می‌خواستن؟ اینا انقلابی سوسیالیستی می‌خواستن. در امارات بخارا واقعا ظلم به حدی بود طاقت ناپذیر، طاقت فرسا بود. اما ببینید که اینها اونایی که در سال 1917 بعدی همون مانیفستی که گویا که امیر عادل خان باید میداد، یعنی ما برای درک کردن این مسئله باید 1-3 سال کفاتر گردیم. وقتی که سال 1917 انقلاب بورژوازی در انقلاب فوریه در سال 1917 در روسیه پیروز شد و حکومت موقتی در روسیه به سر قدرت آمد، نماینده سیاسی روسیه در امارات بخارا با خوشبگی پیشنهاد کرد که شما هم باید بعضی اصلاحات گذارانید در بخارا، چون که شما دیگر نمیتوانید که روسیه پیروز شد، در روسیه منارخیا سقوط کرد، خاندان سلطنتی سقوط کرد، شما باید برخی اصلاحات گذارانید. اما خوشبگی گفت که اگر و حتی مشخصا گفت که شما باید در سیستم اقتصادی اصلاحات گذارانید. خوشبگی گفت که اگر و معاش با قاضی و مفتی ها گفت که اگر اینا ظلم نکنند، اگر ما به اینا معاش دیم مردم دیگر نمیترسند. مسئله چیست؟ مسئله این است که در امارات بخارا انقلاب بورژوازی، انقلاب سوسیالیستی پیروز شده نمیتونست. یعنی که اینا در اصل 13 بودن، یعنی که امارات بخارا از روسیه خیلی عقیب مانده بود و کمونیستان در اینجا انقلاب درست است که اگر از نقطه نظر علمی ما گیریم انقلاب چیست؟ انقلاب جهش صفتی است، یعنی که وقتی که از یک ساخت به دیگر ساخت میگذرند این انقلاب است. اما در بخارا نه انقلاب سوسیالیستی میشد و درست است که جهش صفتی با وجود آمد، اما این پیامدی این تجاوز یکی غصب بود. ولی دلیل چی بود که به شکلی که این امارت حدود داشت اون باقی نماند و امارت بخارا را شوروی 3 پارچه کرد؟ جهان مثال اروپای مترقی، اروپای امپریالیستی، مثال بین روسیه و انگلستان
انگلستان جهان تقسیم کردن، شرق تقسیم کردن و از افغانستان این طرف مرز، یعنی که در تبع در زیردست انگلیس در اومد و این طرف باشه تاجیکستان در روسیه در اومد. سپاس. خوب استاد نورعلی دولت چرا شوروی تصمیم گرفت که امارت بخارا را به 3 قسمت تقسیم کنند، یعنی 3 دولتی کاملا دیگر که نامی از بخارا در آنها وجود نداشت؟ در ماه فوریه در خوارزم، بعدا در بخارا بلشویک‌ها پیروز شدند و اینا دولت‌های نو تأسیساند، جمهوری خلقی سوویتی خوارزم و بخارا. بعد در سال 1924 اینا در آسیای میانه تقسیمات حدودی ملی پیاده کردند و آسیای میانه که همون 2 خانگری و این امارت بخارا را تقسیم کردند. در این مورد 2 مسئله وجود، دو چیز رو گفتن ممکن است. یکم این که روسا شهرهای قدیمی آسیای میانه و بخارا را که در اصلا بخارا را که وقتی که بمباران کردن، مثلا شما تصور کنید که فلورانسیا یا که پاریس را در سال 1920 بمباران میکردن. یعنی که اینا اول که مرکزهایی بودن که در تشکل یابی و که در دولت سازی سهمی کلان داشتند. یکم یعنی که اینا رو باید به شهرهای مضافاتی تبدیل میدادند و از ذهن مردم دور میکردند. نظر جانبک اسرارین رو میخوایم در این مورد بپرسیم و عموما از تقسیم بخارا به 3 کشور خود تاجیکان بردند یا باختند و عموما هدف چی بود از این 3 قسمت کردند؟ خب چیزی معلوم است که کشورهای فارسی زبان و زبان فارسی تا ترکیه اینها زبان دولتی بودند. شما تصور کنید که از همون سیاستی که روز 2 سپتامبر بخارا در بخارا رسپوبلیک خلقی دموکراتی اعلان شد، زبان تاجیکی هم شد، زبان تاجیکی ممنوع شد و زبان دولتی دیگر نبود. و البته وقتی که زیاییان ما به درجه ضروری عمل نمی‌کردند، در اون صورت با آنها به ایده اینترنشنالیسم پرولتاری صادق ماندند و هر چیزی که در مسکو حل کردند و همان سیاستگرایانی که اصلا از مردمی محلی تاجیک نبودند آنها در اینجا نقش بازیدند و بنیاد شد و گپ لنین را اساس کردند که سرزدوت گسودرست ترکمنی، ازبکی، کرگیزی. در اون میان اصلا دولت مردمی کهن‌ترین تاجیکان نامش نبود. و تصور کنید که این ایده از آنجا شروع شد که در همان شب و روز دولت تتارستان در روسیه تشکیل شد، ولی در تاجیکستان به علتی آن که ما یک کشوری پهناورتر میتوانیم تا بر میان زمین باشیم، به خاطر همین فکر میکنم. تشکر. جلال‌الدین احمد، شما چی نظر دارید؟ گپ در سر این است که یکم از اون سر میکنه که تاجیکستان برد کرد یا باخت. البته تاجیکستان باخت. برای چی؟ برای اونه که قسمت کمی همون زمین گرفتن برای مردم بومی دادن. این یک. دوم، هر یک دولت امپریالیستی، هر یک غاصب مثال چیکار میکنه؟ پیش از همه این از زمان قدیم وجود داشت، در این قدیم اینا استفاده میکردن و روسیه هم همین کارو کرد، شوروی هم همین کارو کرد. رازیلیا ایولاست و تقسیم کنه حکمرانی نما و همین کار در عربستان شد، همین کار در تمام شرق شد و یعنی که زمینه اون تشکیل کردن که تو اینها به همدیگر در حالت این به همدیگر مشغول شوند و با همون غاصب اساسی یعنی حکومت مرکزی که بعداً تشکیل رو با آن هجوم نکنه. این چیز بود. فعلا در تاریخ نگاری یک نظر وجود دارد و این سندها هم وجود دارد که ارتش شوروی هنگام ورود به بخارا خزینه امارت بخارا را با خود با روسیه برد که خیلی زیاد بود. فعلا کدام کشور از این 3 کشوری که حدودهای امارت بخارا در آن هست میتواند خود را میراثبر این امارت بینامد و آیا این مسئله رو میتوان مطرح کرد، مسئله برگردانیدن اون مالکیتی که روسیه شوروی برد؟ درباره میراثبر کدام دولت ها بوده میدونم 3 دولت اخیر. من فکر میکنم که میراثبر فقط کی میتوند اینا طلب کنه اگر به شرطی هم کند که حالا این کار نمیشدنی، این تاجیکستان و ازبکستان هستند. چون که همه مرکزها و همه همون
یعنی میراثخوانان اساسی همین بودن و تشکر. نورعلی دولت، نظر شما چی است در این باره؟ من فکر میکنم که کاری مشکل است و قریب اصلا ناشدنی است. تشکر. خب استاد جانبک اسراریان، شما چی نظر دارید؟ خب دیگه در باب وارثیت نمیشه صحبت در اطراف آن که دولت از میان رفت و نظام بنیاد کردن که هیچ کس نمیتواند که سر آن بشیند صحبت کند و در صورتی که ما چیزی از اون پیشتر از دولت نه از امیر بخارا در میانه یک مقامات دیگر هم بود که جمهوری خلقی دموکراتی بخارا ما نمیتوانیم که با امارات بخارا دعوای وارثی داشته باشیم امروز، برای که از نظر سیاسی هم دی فاکتو و هم دی یوره برای ما یک مناسبت دیگر. تشکر. صحبت داشتیم با نورعلی دولت، تاریخدان، جانبک اسراریان، پژوهشگر و استاد تاریخ و جلال الدین احمد، ختم کرده فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان. تشکر برای صحبت.